درود به همه شما دوستان. موضوع این ویدیو هست فقر نامرئی. خب ما توی جامعه افرادی رو میبینیم که به خاطر نداشتن پول کیفیت زندگی پایینی دارن و خب این مربوط میشه به فقر اقتصادی اونها. و اگر که به قشری از جامعه نگاه کنیم که اونها متوسطن، یعنی که نه خیلی فقیر هستن و نه ثروتمندن، اونها دغدغه پولی زیادی ندارند، میتونن نیازهای روزمرهشون رو برطرف کنن، از پس هزینه‌های تحصیلشون برمیان و تنها چیزی که اونها رو درگیر کرده یه عده مشکلات به خصوصه، نه پول. پول به عنوان یکی از دغدغه هاشون هست، اما یک فرد فقیر شاید ویرانگرترین چیز توی زندگیش پول باشه. و توی این ویدیو میخوام راجع به 3 از انواع فقر صحبت کنم که علاوه بر این که اصلا کسی در موردشون حرف نمیزنه، خیلی هم این 3 نوع فقر باعث شرمساری افراد نمیشه. خب بهتره که اینها رو بدونیم و توی زندگیمون ازشون جلوگیری کنیم. بریم که اون 3 فقر رو براتون بگم. فقر نوع اول فقر زمانی هستش. دقت کنید که افرادی رو میبینیم کنارمون که روزی 2-3 ساعت توی سوشال مدیا هستند و اصلا احساس شرمساری نمی‌کنن، با اینکه طرف 2-3 ساعت از وقتش رو توی یک فضای مجازی که هیچ فایده‌ای براش نداره تلف میکنه، اصلا از خودش ناراحت نیست. افرادی رو میبینیم که اینقدر مشغول کار کردنند که اصلا وقتی برای هنر، ورزش و سرمایه‌گذاری روی خودشون ندارند. و خب این افراد در جوانی و نوجوانی اگر این رویه رو پیش برند اون موقع نمیفهمند، اما یکم که جلوتر میرن، وقتی طرف به 30-40 سالگی میرسه، یه اندوه بزرگی واسش ایجاد میشه، یه غمی که یه غم از نوع حسرت. میگه که ای کاش وقتی که فلان سال، وقتی مثلا من 17 سالم بود، 15 سالم بود، 20 سالم بود، 25 سالم بود، ای کاش به جای اینکه اینقدر وقتمو به بتالت بگذرونم یکم روی خودم سرمایه گذاری میکردم. دقت کنید که توی هر برهه از زمان هر فردی، خب حتی یک روز، فقط یک زمان خیلی کوتاه از وقت خودش رو به انجام یک کار اختصاص بده، میتونه تو اون کار بعد از چند سال خیلی موفق بشه. پس این که از زمانمون درست استفاده کنیم. خیلی تفاوت هست بین کسی که روزی 8 ساعت کار میکنه واسه ماهی 20 میلیون تومان و کسی که روزی 8 ساعت کار میکنه واسه روزی 100 میلیون تومان. تفاوت خیلی زیاده. و کسایی هستن که روزی 8 ساعت کار میکنن واسه ماهی 15 میلیون تومان. خب ببینید تفاوت‌ها از کجا میاد. آیا این روزی 8 ساعت با اون روزی 8 ساعت برابره؟ دوتاش 8 ساعته، اما کیفیت یکی نیست. اینه که خیلی مهمه. این زمانه که هیچ جوره نمیشه جبرانش کرد. و خب یه جمله معروفی هم هست که وقت طلاست. اما خب وقت که از طلا هم با ارزش داره، چون اگر شما برای مثال 1 کیلو طلا داشته باشین و اون 1 کیلو رو گم کنید، خب خیلی ناراحت میشید. ولی بیاین از یه جهت دیگه بررسیش کنیم. شما میتونید اون 1 کیلو طلا رو به هر نحوی به دست بیارید. حتی به 1% هم بخوایم احتمال بدین، میتونید اون رو از توی یک معدن بیرون بکشید. میتونید برین اون رو بدزدید و میتونید هر کاری بکنید که 1 کیلو طلا به دست بیارید. پس غیر ممکن نیست. اما وقتی که زمان از دست رفت، به هیچ روشی ممکن نیست که شما 1 دقیقه به عقب برگردید. 1 دقیقه رو توی سوشال مدیا گذروندی، اون 1 دقیقه دیگه رفته. ولی اگه 1 گرم طلا رو از دست دادی، بازم میشه جبرانش کرد. پس زمانتون رو خیلی حواستون رو جمعش کنید. برنامه‌ریزی کنید. کتاب بخونید توی زمانهای بیکاریتون و نذارید که این دارایی ارزشمند که دیگه هیچ وقت برنمیگرده به نابودی گذرونده بشه. دومین نوع فقر فکری و آموزشی هستش. دقت کنید که در این نوع فقر افراد لایف استایل اشتباهی رو انتخاب کردند. افراد اصلا
توجهی به ذهنشون، توجهی به بدنشون نمیکنن. افراد انواع غذاها و خوراکی‌ها رو میخورن و اصلا اهمیتی به بدنشون نمیدن. و خب اینا با چند تا چیز دیگه باعث میشه که یک انسان به نابودی کشیده بشه. یک نمونه مثالش هم حتما توی اطرافیانمون دیدیم. افرادی رو دیدیم که توی خانواده‌های داغونی بزرگ شدن و خب تونستن درآمدهای فوق‌العاده‌ای به دست بیارن. و افرادی رو هم می‌بینیم که از بچگی توی خانواده‌های مفرحی بزرگ شدن. سرمایه بهشون داده شده و بعد از چند سال الان می‌بینیم که 8 تاشون گروه 9شونه. چرا؟ چون سرمایه‌ای که بهشون داده شده رو نابود کردن. فردی که 10 میلیون تومان پول داشته باشه و ندونه اون چجوری اون 10 میلیون تومان رو بکنه 12 میلیون تومان، این فرد ماهر نیست توی اقتصاد جامعه امروز. این فرد ذهنیت اقتصادی نداره، این فرد هوش مالی نداره. اینه که مهمه. این مغز ماست که پول رو میسازه. اینا رو باید بهش خیلی دقت کنیم. صرفا کار کردن زیاد، اونم توی این دنیایی که الان هوش مصنوعی و دیگه اتوماسیون داره جای انسان رو اصلا میگیره. دقت کنید الان شما توی هر حوزه‌ای، برنامه نویسی، تولید ویدیو، هوش مصنوعی خیلی راحت میتونه با کیفیت بالاتر یه پروژه‌ای رو انجام بده. نه 100%، ولی 10%، 15%، 20% یه پروژه‌ای رو میتونه انجام بده. پس در دنیای امروز ذهن‌ها با هم رقابت میکنن. کسی که بیشتر روی فکر و ذهن خودش سرمایه گذاری کنه اون برنده است. یکی از چیزایی که باعث فقر فکری و آموزشی میشه این مطالعه نداشتن، این انعطاف پذیر نبودنه. وقتی که ما اطلاعات کمی توی مغزمون باشه هیچ وقت نمیتونیم اونقدری موفق بشیم که فردی که همیشه اطلاعات بیشتری جذب میکنه موفق بشه. و خب ذهن ما اگه قدرتمند باشه میتونه ما رو به لول‌های بالاتر ببره. چجوری؟ یکی دیگه از مثالایی که میخوام بگم این ارتباطات ما با افراد دور و برمونه. ببینید وقتی که ما از نظر فکری بالا باشیم میدونیم که چجوری بهتر توی جامعه حرف بزنیم و همین باعث میشه که آدمای بهتری سمت ما بیان. آدمای بهتر که سمت ما بیان یه دروازه جدیدیه به پیشرفت، یه دروازه‌ای رو به پیشرفت رو به ما باز میکنه. حالا من از شما میخوام که اصلا گذشته‌تون رو بررسی کنید. ببینید چقدر این سه تا موردی که گفتم توی گذشته‌تون دخیل بوده. چند ساعت توی سوشال مدیا بودین، روزها و شب‌ها توی سوشال مدیا بودین و اصلا توجهی بهش نمی‌کردین. چقدر نادونی و اشتباهایی رو انجام دادیم که نباید میدادیم. من وقتی یک اخباری رو راجع به افراد کوچیک که کارهای بزرگ انجام میدن میخونم واقعا شوکه میشم. برای فقر نوع سوم فقر عاطفی اجتماعیه. این فقر هم به نوبه خود ویرانگر هست و میتونه یک انسان رو به ورطه نابودی بکشه. البته باید توجه داشته باشیم که این فقر بیشتر در افرادی دیده میشه که خانواده حمایتشون نمیکنن، افراد تنهایی هستن و خب ما امروز توی جامعه خیلی میبینیم که تنهایی بولد شده، ارتباطات از هم گسسته شده. مثلا من خودم به شخص موقعی که به 10 سال پیش نگاه میکنم میبینم که چقدر ارتباطات اطرافیان من با هم بیشتر بوده و در جامعه امروز که حالا ممکنه یکی از دلایلش تکنولوژی باشه و سوشال مدیا، این ارتباطات اصلا باز شده و اصلا دیگه صمیمیت بین افراد وجود نداره. و یکی دیگه از دلایلش اینه که توی جامعه امروز اینقدر افراد سعی در برتری شدن در یکدیگر و خودشون رو با هم دیگه مقایسه میکنن که دیگه خیلی اون صفا و صمیمیت بین افراد وجود نداره. و این فقر عاطفی اجتماعی جوری درمان میشه که ما بتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم، خودمون رو توی یک مسابقه با بقیه نبینیم. توی فضای مجازی وقتی گوشیمون رو باز میکنیم استوری که طرف از زندگیش میذاره رو مقایسه نکنیم با زندگی خودمون. اینها رو اگه دقت کنیم بهش خیلی میتونه توی پیشرفت ما موثر باشه. الان اینقدر درصد فساد بالاست توی جامعه امروز خاطر اینه که نسل امروز بیشتر به حمایت عاطفی نیاز داره و از نظر عاطفی حساس‌تر از 20 سال پیشه. و اگر اون حمایت انجام نشه
دیگه انگیزه‌ای واسه پیشرفت نمیمونه. اینه که باید بهش توجه بشه. خب کم کم داریم به آخرای این ویدیو نزدیک میشیم و من ازتون میخوام که یه چیزی رو بدونید. تا الان زندگیتون هر جوری بوده که خب بوده دیگه، کاریش نمیشه کرد. از این به بعدی که مهمه، از این به بعدی که باید با فکر ساخته بشه، از این به بعدی که بین داشته ها و نداشته هاتون باید تعادل برقرار بشه، از این به بعدی که ما میتونیم زندگیمون رو دوباره بسازیم، از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اون درس ها رو به عنوان المانی برای ساخت آینده‌مون استفاده کنیم. امیدوارم که بهترین روزا رو ببینیم. تا دیداری دیگر، بدرود.